مسئولیت رهبری حفظ نظام و حفظ انقلابه. اداره کشور به عهده این آقایون مسئولین کشور که شماها باشید. هر کدوم در بخش خودتون اداره میکنید کشور را. رهبری شغل اصلیش اینه که مراقب باشه این بخش های مختلف آهنگ ناساز با نظام و با اسلام و با انقلاب نزنن. هر جا چنین آهنگی به وجود بیاد جای حضور رهبری است. رهبری هم یک شخص نیست، یک آدم، یک طلبه، یک علی خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای های فراوان دیگری که هستند. رهبری یک عنوان، یک شخصیت، یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفه مردمه. این رهبری یک آبروست. صدها مثل علی خامنه‌ای در راه این آبرو جانشون رو میدن، آبروشون هم میدن و اهمیتی هم نداره. بنده که چیزی نیستم. امام بزرگوار ما هم که امام امت بود، امام به معنای حقیقی کلمه بود برای این امت، امام دلهای ما بود. او هم همینجور بود. او حاضر بود آبروشو بده برای حفظ نظام و حفظ رهبری نظام، آبروشو بده.